بالاخره فاز سوم ربات بی‌نظیر نات کوین از نسخه بتا خارج شد و وارد فاز آلفا شدش که البته هنوز کامل شروع نشده، ولی داخل این ویدیو اومدیم به صورت کامل از 0 تا 100 بهتون توضیح بدیم که این فاز آلفا اصلا چیه، به چه درد میخوره، آیا کاربرهای جدیدی که از قبل وارد نات کوین نشدن میتونن از این فاز استفاده کنن و نات کوین رایگان به دست بیارن، یا آیا مثلا مایی که از قبل داخل نات کوین بودیم باز از این فاز میتونیم پول خوبی در بیاریم یا چی. داخل این ویدیو اومدم 0 تا 100 این فاز رو بهتون توضیح بدم. واقعا فاز بی‌نظیریه و اونطوری که خودشون داخل تلگرامشون هم اعلام کردن واقعا یکی از بهترین مواقع نات کوینه، هم از لحاظ قیمت خود نات کوین که 100% توی این یکی دو ماه اخیر نات کوین به بالای 3 سنت میرسه، چون با این فازی که دارن میدن واقعا یه چیز عجیب غریبی میخواد بشه، و هم از لحاظ پروژه خود نات کوین کلی میخواد پیشرفت بکنه. پس به هیچ عنوان این ویدیو رو از دست ندید و حتما تا انتهای ویدیو رو هم با من همراه باشید. هی everybody، چطوری بچه‌ها؟ پشمک هستم، خوشم به یه ویدیوی خیلی خفن. آقا توضیحاتی که اول کار شنیدید و اول از همه من لینک نات کوین رو براتون داخل دیسکریپشن و کامنت ها پین میکنم. لینک نات کوین خیلی مهمه، حتی اگه شمایی که از قبل نات کوین رو داشتید الان باید با یه لینک زیر مجموعه گیری دیگه وارد نات کوین بشید که این قضیهش مهمه. داخل ادامه کار بهتون توضیحشو میدم. و جدا از این لینک ویدیوی آموزشی، یه ویدیو آموزشی هم براتون میخوام بذارم داخل دیسکریپشن و کامنت ها که راجع به تسکای نات کوین بهتون توضیح دادم. پس حتما اگه خواستید برید اون ویدیو رو هم ببینید. حالا بعد از اینکه شما روی لینکی که من براتون گذاشتم کلیک کردید وارد نات کوین میشید، حتی اگه از قبل هم نات کوین داشته باشید بهتون گفتم باید یک بار دیگه با یه لینک زیر مجموعه گیری وارد بشید، چون وقتی که این فاز فعال بشه 7 روز سطح پلاتینیوم برای شما رایگان فعال میشه که میتونید از اونم استفاده کنید. البته این چیزی بود که بچه‌ها میگفتن، من خودم به شخصه اینو جایی ندیدم که تایید بکنه، که داخل ادامه کار به اونم میرسیم. حالا وقتی شما از طریق لینک ربات رو استارت بکنید یک همچین پیامی داخل ربات برای شما ارسال میشه. اول اسم خودتون رو مینویسه و میگه توسط این شخص مثلا دعوت شدید و همین، و از اینجا میتونید روی گزینه Explore and Earn کلیک کنید تا وارد صفحه اصلی نات کوین بشید. روی Explore and Earn میزنیم و از اینجا صفحه نات کوین برای ما باز میشه. اول از همه من حدود یک ماه و نیم پیش بود که نات کوین های خودم رو استیک کردم و موجودی استیک شده خودم اینجا بهم نمایش داده میشه. اگه شما هم از قبل نات کوین های خودتون استیک کردید، اگه لازمش ندارید و واقعا هولدر واقعی نات کوین هستید، نات کوین های خودتون رو نگه دارید. در آینده فعلا خبری البته اعلام نکردن، ولی خب در آینده این موجودی به علاوه سودمون به موجودی اصلی و بالانس اصلیمون اضافه میشه. این از گزینه اول و توضیح اول که راجع به کسایی بود که استیک کرده بودن. اگه نیاز ندارید بذارید اینجا بمونه و اگه نیاز دارید پولشو میتونید از این قسمت پول خودتون رو برداشت بکنید که اینجا میزنید روی گزینه ویدرا کلیک میکنید و از اینجا پول خودتون رو به ولتتون برداشت میکنید. حواستون باشه که اینجا باید کیف پولتون اول کانکت باشه. حالا شمایی که تازه وارد نات کوین شدید یا از قبل نات کوین دارید و استیک نکردید یا کار دیگه نکردید، اگه از قبل وارد شدید یا اگه تازه وارد شدید هیچ فرقی نداره. از اینجا اولین کاری که باید بکنید اینکه روی این گزینه باید بزنید و کیف پول تون کیپر خودتون رو به ربات باید متصل بکنید. اینجا چند تا ولت تون کوین برای شما میاره. من خودم تون کیپر رو پیشنهاد میکنم و به تون کیپر متصل میکنید. بعد از که متصل کردید یک همچین پیام برای شما ارسال میکنه که من الان نمیخوام دیسکانکتش کنم. اگه به ولت اشتباه وصل کردید اینجا روی گزینه کانکت دیفرنت ولت کلیک میکنید و ولت خودتون رو عوض میکنید که دیگه اینم بود توضیحی که باید میدادم. حالا یه توضیح راجع به این فاز بهتون بگم. آقا این فاز جدید نات کوین اسمش آلفا هستش و فعلا کامل شروع نشده، یعنی در حال حاضر این فاز سوم نات کوین از حالت بتا خارج شده. حالا حالت بتاش چی بود؟ حالت بتا یه چند تا تسک برای شما می آورد که شما بعد اون تسکا رو انجام میدادید و با انجام دادن اون تسکا به صورت ساعتی، به صورت خودکار این تسکا برای شما یه مقدار نات کوین ماین میکردن که لینک ویدیوی آموزشیشو براتون داخل دیسکریپشن و کامنت ها پین میکنم. حتما برید اون ویدیو رو ببینید چون واقعا ویدیوی مهمیه و در آینده که این فاز فعال بشه، حالا فردا، پس فردا، یه هفته دیگه، یه ساعت دیگه، فرقی نداره، هر موقع فعال بشه دوباره بعد مثل همون ویدیو و طبق همون ویدیو
بیایید و تسکای جدیدی که براتون فعال میشه رو از اینجا خودتون استفاده کنید. حالا اگه از قبل تسکی انجام داده باشید توی همون فاز بتاش، الان تسکاش قفل شده و سودی هم بهمون نمیده و اگه شما هم تازه وارد میشید اینجا تسکی برای شما فعال نداره دیگه، یعنی فعال نیستش تسکی براتون و فعلا باید صبر بکنید که فاز آلفاش کامل شروع بشه به صورت رسمی و بعدش اینجا تسک اضافه میکنن که با انجام دادن تسکا براتون نات کوین ماین میشه. حالا بریم سراغ توضیح اصلی. آقا این فاز چجوری کار میکنه؟ در حال حاضر ما فقط میتونیم، در حال حاضر که نسخه آلفا کامل شروع نشده، ما فقط میتونیم از طریق زیر مجموعه گیری سود به دست بیاریم و با آوردن زیر مجموعه 15% از درآمد زیر مجموعه ما به صورت بونوس و کمیسیون به ما میرسه که بخش بی‌نظیریه و این هم برای کسایی صدق میکنه که از قبل نات کوین داشتن، هم برای کسایی صدق میکنه که تازه وارد نات کوین شدن و هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره. یعنی در حال حاضر ما میتونیم دوستای خودمون رو به ربات دعوت بکنیم و با دعوت کردن دوستامون، اگه دوستامون از قبل داخل ورقتشون نات کوین داشته باشن، 15% از درآمدی که سطح یا لیگ اینا دارن رو به صورت بونوس به ما میده خود نات کوین. این 15% به صورت بونوس و کمیسیونه، از خود طرف هیچ پولی کم نمیشه. جدا از این 15% اگه در آینده که فاز آلفا شروع به کار بکنه، اگه مثلا افرادی که شما دعوت کردین بیان تسک انجام بدن و از فعالیت‌های ربات استفاده بکنن، دوباره 15% از درآمدی که به دست میارن به صورت بونوس و کمیسیون به شما میرسه. پس آقا این زیر مجموعه گیریه توی این فاز خیلی مهمه. هر چقدر که میتونید دوستاتون، آشناتون، فامیلتون، اقوامتون، هر کسی که میشناسید رو به ربات دعوت بکنید. حتی اگه از قبل وارد ربات شده، شما لینک رو واسش بفرستید، بگید که اینو استارت بکن، 7 روز بعد رایگان پلاتینیوم فعال میکنه در آینده و از اون طرف با انجام دادن تسک هم در آینده میتونید نات کوین رایگان به دست بیاری. پس حتما اینو واسه دوستاتون بفرستید که زیر مجموعه برید که واقعا مهمه و سود خوبی بهتون میده. این از قسمت زیر مجموعه گیریش بود که در حال حاضر فقط ما میتونیم از طریق زیر مجموعه گیری درآمد داشته باشیم، درآمدش هم قابل برداشته و به موجودی اصلیتون اینجا اضافه میشه، نگران اون قسمتش نباشید. ولی هر موقع فاز آلفا به صورت رسمی شروع به کار بکنه، ما باید تسک انجام بدیم که تسکا حالا یا این گزینه پایین اضافه میشه یا توی همین گزینه برای ما میاد. الان اینجا واسه ما نوشته نو اکتیو پولز دیگه، یعنی استخر فعالی ما فعلا نداریم که به احتمال زیاد اگه تسکای جدیدی بدن اینجا برای ما اضافه میشه. حالا طبق همون ویدیویی که براتون داخل دیسکریپشن و کامنت گذاشتم، شما باید وارد بشید و اینجا تسکای نات کوین رو دونه دونه انجام بدید و با انجام دادن این تسکا به صورت ساعتی خود اون تسکا برای شما نات کوین ماین میکنن. حالا توضیح اصلی این فاز چیه؟ ما اینجا یه گزینه لیگ یا همین سطح داریم. از اینجا مثلا لیگ من الان سیلور دیگه، من روش کلیک میکنم. شما میتونید اینجا لیگ خودتون رو ارتقا بدید، حالا یا به گلد یا به پلاتینیوم. میتونید اینجا لیگ خودتون رو ارتقا بدید و این شکلی سرعت ماینینگ و درآمدزایی شما از طریق ربات نات کوین افزایش پیدا میکنه. در حال حاضر این بخشا هیچ کدومشون به درد نمیخورن چون که فعلا بخش تسک به ربات اضافه نشده و جدا از بخش تسکش بخش دپوزیت هم اضافه نکردن. یعنی اگه شما از قبل نات کوین نداشته باشید، الان وارد نات کوین بشید، خب طبیعتا موجودی شما توی همین قسمت صفره و عملا موجودی به شما نشون نمیده. پس در حال حاضر نمیتونید مثلا از این سطح ها درآمدی کسب بکنید و پولی به شما این سطح ها نمیدن و باید صبر کنید که فاز آلفا شروع بشه، تسک انجام بدید و بعد از که تسک رو دریافت کردید طبق لیگی که هستید بهتون سود میده و به صورت ساعتی یه مقدار نات کوین به دست میارید. این فاز به شدت مهمه. قبل از که کامل شروع بشه به صورت رسمی حتما وارد بشید، فعلا زیر مجموعه گیری بکنید و صبر کنید که تسکاش اضافه بشه، بخش دپوزیت رو اضافه بکنن و بعدش از این راه‌ها بتونیم نات کوین به دست بیاریم. اگر روی این گزینه کلیک بکنید، اینجا دو تا بخش برای شما فعاله. یک بخش ویدرا که اگه از قبل نات کوین داشته باشید میتونید داخل ربات نات کوین خودتون رو برداشت بکنید و یه گزینه لول اپ که همون بخش لیگه که میگم در حال حاضر آقا ارتقا ندید. حتی اگه از قبل نات کوین دارید، مثلا من الان روی گزینه گلد کلیک میکنم، اینجا مثلا به من میگه اگه میخوای 3 ماهه اینو فعال بکنی یا باید 1380 تا نات کوین بدی یا باید 1380 تا استار بدی که این استاره ارز جدید خریدهای درون برنامه‌ای تلگرامه
که داخل ویدیوی میجر کامل توضیحشو دادم، میتونید برید اون ویدیو رو ببینید که ما ایرانی‌ها متاسفانه نمیتونیم از این استار استفاده بکنیم و عملا سود خاصی به ما نمیده، چون ما داخل ایران تحریمیم و نمیتونیم استار پرداخت بکنیم. پس برای ارتقاء سطح خودمون یا مثلا اگه بخوایم مثلا استفاده بکنیم از این سطح، باید 1380 تا نات کوین رو بدیم که در حال حاضر فقط میتونه از بالانسمون کم بکنه. یعنی از این 24000 تایی که من دارم 3000 مثلا 1380 تاشو کم میکنه و بعد این 3 ماه رو برای من فعال میکنه. حالا بعد از اینکه این 3 ماه فعال شد، اینجا اگه تسک جدید بدن من اون تسکا رو انجام میدم و طبق لیگی که من داخلش هستم که گلده، چون ارتقا دادم دیگه، مقدار سرعت ماینینگ من افزایش پیدا میکنه و مقدار درآمدی که به من میده بیشتر میشه. در حال حاضر بهتون گفتم دیگه، فعلا این بخش ها رو خریداری نکنید چون که ارزشی ندارن، چون در حال حاضر نمیتونیم ازشون پولی در بیاریم. اگه هم از قبل اینا رو خریدید هیچ مشکلی نداره، بذارید بمونه دیگه، خارج نکنید، بذارید همینجوری بمونه و صبر بکنید که فاز جدید کامل شروع بشه و تسکاشو اضافه بکنه تا از این قسمت با انجام دادن تسکا بتونیم نات کوین بیشتری به دست بیاریم. این گزینه پایینم چیز مهمی نگفته، در حال حاضر به درد ما نمیخوره، توضیح خاصی هم نداره. زیر مجموعه گیریشو که کامل بهتون گفتم 15% سود میده و هم در آینده که با انجام دادن تسکا از طریق زیر مجموعه گیری سود میده، همین که الان داخل لیگی که بقیه هستن اگه دعوتشون بکنیم از قبل اگه نات کوین داشته باشن یه مقدارم اونجا 15% سود میده که چیز خوبیه. حالا محاسبه دقیقشو نمیدونم چه شکل میگیره ولی سود میده دیگه، 15% سود میده که چیز خوبیه. و بخش تسکش هم که فعلا فعال نیست، باید صبر بکنید که فعال بشه. اگه از قبل نات کوین دارید بیاید اینجا زیر مجموعه گیری بکنید که خیلی مهمه. از قسمت سیلور که الان واسه من نمیشه، واسه شما لیگتونه، از این قسمت چیزی رو فعال نکنید و به چیزی دست نزنید. هر موقع فاز آلفا به صورت رسمی و کامل شروع به فعالیت بکنه یه ویدیو دیگه براتون میگیرم و به مثل همین 0 تا 100 رو بهتون توضیح میدم که چجوری میتونید درآمد خودتون افزایش بدید، چجوری میتونید درآمد بیشتری کسب بکنید و توضیحات دیگه. اگه از نات کوین چیزی نمیدونید، من قبلا کلی ویدیوی آموزشی گذاشتم، هم از نحوه نقد کردن درآمدش، هم از نحوه انجام دادن تسکای فاز بتاش که اون موقع بهتون توضیحشو داده بودم و چیزهای دیگه. برید نات کوین رو سرچ بکنید داخل کانال یوتیوبم، ویدیوهای نات کوین براتون میاد، نگران نباشید، من همه چیزو راجع به نات کوین از قبل بهتون توضیحشو دادم. همین دیگه، ممنون که تا انتهای ویدیو رو با من همراه بودید و تماشا کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. هر نظری، انتقادی، پیشنهادی، چیزی داخل کامنت ها با ما به اشتراک بذارید، داخل کامنت ها اینجوری بتونید کنید. عشق منید و اگه از این ویدیو خفن خوشتون اومد لطفا لایکش کنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش هم بزنید. ازتون ممنون میشم. من داخل کانال ویدیوهای آموزشی در مورد ارز دیجیتال، برنامه‌های کسب درآمدی از اونجوری براتون میذارم. ازتون ممنون میشم، ازم حمایت کنید و تا ویدیو دیگه خدا رو نگهدارتون باشه.